بار چارنویس بیتر جه 6500 کوچبرین که لکامپین ولاتی وی و بری آوایی که نیاسایجی گهانوی ولاتی لگوری ویره که نام حکومت استرالیا قناق بقناق تبوان بیان مشتقی و کوچبران و یبشین ولاتی مالیزیا حیا کل دور دوسیاوان تی کالی کرن. حکومت استرالیا با اوکی فرمی ریکفتنامه دگل ولات مالیزیا امضا کر سبارتی به چارنویس پیتری 6500 کوچبران کل کامپن وی ولاتی دانو بری به اوای که نیاسایی گهانه وی ولاتی لگوری وی ریکفتنامه حکومت استرالیا قناق به قناق تفوان مشختان و بشینه با ولات مالیزیا حیالوی داری دوسین وانتین اکلای کرن لگوری آمارین فرمین استرالیا پیتری 1000 مشختین عراقی کو 500 جی کردن هیا نهاد کامپین استرالیا دا جوانی ورگرتنا مافی پنابرتین جانکا گران بسر دبنو افری و جهین تازه جی هنده دی آریشان آلوستر دکو چه دبه لگوری بریاره که حکومت استرالیا بین شاندن بو مالیزیا بو یکلای کرنا دوسین وان. سرک وزیر استرالیا جولیا گیلارد ده کنفرانسا که روزنامه‌وانی دارگهان او ریکفتنامه بزاوه که با بدیفچونه کار قاچاقچاتی به مروانو ریکفتنامه جی دو هیج عالی وزیر کوچبر استرالیا و وزیر نافخوی مالیزیا لکوالا لامپوریا پایتخت مالیزیا هات امضا کرن لگوری قناق یکم ریکفتنامه حکومت استرالیا 800 مشق ده نشاندن با مالیزیا و ده هم بردا 4000 مشق دوی ولاتی وی ورن ورگرت